برادرای محترم، خواهرای عزیز، ما و شما خواندیم که عبادت ها تقریبا 6 قسم بود که اولش عبادت های فکری بود، دومش عبادت های قلبی هست، سومش عبادت های زبانی هست، چهارمش عبادت های بدنی هست، پنجمش عبادت های مالی هست و ششمش عبادت های قانونی هست. ما و شما 6 قسم عبادات خواندیم. باز شروع کردیم در عبادات فکری و آیات قرآن که درباره تفکر، تدبر، تأمل، تعقل و تفقه بود، او را هم ما و شما خواندیم. بعد از او گفتیم که وقتی انسان یک عبادت میخوانه، آنچه که او عبادت نقص میکنه، و ما وقتی که فکر خواندیم کدام امور است که فکر نقص میکنه و خراب میکنه، و باز تقسیم شد چیزهایی که مثلا به فکر ضرر میرسانه. اولش مثلا خود پرستی بود، دوم قسمش انسان پرستی بود، سومش طبیعت پرستی بود، چهارمش حیوان پرستی و پنجمش هم شیطان پرستی. امروز نوبت ما و شما میرسه به ای که امی 5 قسم امراض که ما و شما بیان کردیم، قرآن عظیم شان درباره ازی چی گفته که ما تفسیر میخوانیم و امیدوار هستیم که امی دوستای ما را نوشته کنن تفسیر موضوعی قرآن، نه عقیده، چون ما هر روز تفسیر میخوانیم. ایناله میبینیم که آیات قرآن درباره ازی امراض فکری چی میگه، ایره چی قسم رد میکنه و ما از این آیات قرآن چی استفاده بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول رد مرض فکری و اعتقادی حس پرستی در قرآن عظیم شان. رد مرض فکری و اعتقادی حس پرستی در قرآن. ما دیدیم یک تعداد مردم حس پرست بودن. الله سبحانه و تعالی اول بیان میکنه که مرض فکری حس پرستی بود که یهود به هلاکت رساند. یعنی مرض از قدیم الزمان در بین انسانها وجود داشته و یهودیا هلاک شدند. چرا؟ اونها ادعا کردند که ما ایمان نمیاریم تا که الله را به چشم خود نبینیم. میم به قرآن عظیم شان سوره بقره آیت 55: و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. در سوره بقره غالبا الله متعال صفات زشت یهود بیان میکنه که با وجود ای که در بنی اسرائیل پیغمبرای زیاد آمده بود، اونا زیاد افکار و اعمال زشت را پیدا کردن که سبب هلاکتشان شد. این مرض الله متعال برای ما و شما بیان میکنه تا که ما و شما خود از این مرض حس پرستی چی کنیم؟ وقایه بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله متعال میگه و اذ، و هنگامی که قلتم گفتید شما، یا موسی، ای موسی علیه السلام، لن نؤمن لک، هرگز ما به تو ایمان نمی آوریم. ببین حس پرست هستن چی میگن؟ میگه ما هرگز به تو ایمان نمیاریم حتی نر الله جهره، تا وقتی که ما جهردن الله را نبینیم، آشکارا به چشمای خود الله را نبینیم، ما ایمان نمیاریم. و انسانهای حس پرست اینمی قسم هستن که اگه شما استدلال میکنن میگه کجا هست، بر من نشان بده، الله را نشان بده، ملائکه را نشان بده، جنت را نشان بده، دوزخ را نشان بده. این استدلال بنی اسرائیل کردن، حس پرستی کردن، کافر شدن. فاخذتکم الصاعقه، باز شما را گرفت. صاعقه یعنی الموت، شما را مرگ گرفت. وقتی که الله متعال فقط به طرف کو اینا را گفت سیل کنین، یا که به طرف کو سیل کردن،
وقتی که الله متعال نور خدا به کو نشان داد، کو تکت تکه شد، یا تحمل کردن نتونستن، کلشان افتادن. الله متعال میگه فاخذتکم الصاعقه، باز مرگ شما را گرفت و انتم تنظرون، در حالی که به چشم میدیدین. ثم باز الله متعال میگه سپس بعثناکم، شما را دوباره زنده کردیم. که برای حتی زنده شدن بعد از مرگ هم نشان دادن، لکن یک نفر که کافر شد دیگه او را که برش هر قدر دلیل بیاری. ثم بعثناکم، باز شما را زنده کردیم، من بعد موتکم، بعد از مرگ شما، لعلکم تشکرون، شاید که شما شکر بکنین. یعنی الله متعال بسیار رحمان و رحیم است، بر بنده های خود تا آخرین دلیل هم به خاطر رسیدن به حق برش میرسانه. بر ما و شما از مهربانی قرآن روان کرد، پیغمبر روان کرد. است در سوره فرقان در سپاره 18 و 19 آیت 21 وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، الله متعال میگه یکی از صفات انسانهایی که امیدوار ملاقات ما نیستن، یعنی عقیده با آخرت ندارن که با الله روبرو میشن، اینی مردم ها چی میگن؟ وقال الذین، و گفتن کسانی که لا یرجون، امیدوار نیستن، لقاءنا، ملاقات ما را. استدلالشان چی هست از این مردم های بیدین؟ لولا انزل علینا الملائکه، چرا تو پیغمبر آمدی، چرا ملائکه بالای ما نازل نشده؟ این استدلال میکنه. او نرى ربنا، یا چرا ما رب خدا نمیبینیم به چشم خود. میبینین اینا چی هستن؟ حسگرا هستن. چرا ما ایره به چشم نمیبینیم؟ چرا ملائکه نمیگه که ما صحیح ببینیمش ما ایمان بیاریم؟ اصل ایمان چی است؟ الذین یؤمنون بالغیب. یا میگه نه 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 بر ما چرا ملائکه نمیگه و چرا رب خدا به چشم نمیبینیم؟ الله متعال میگه لقد استکبروا فی انفسهم، الله متعال از نفسهایشان، از قلبهایشان آگاه است. میگه اینا در نفسهای خود تکبر کردن و عتوا عتوا کبیرا. عتوا عتوا کبیرا، اینا یکی از علما میگه 5 معنا میده، یعنی عصیان کردن، بسیار عصیان بزرگ، سرکشی کردن، بسیار سرکشی بزرگ، اسراف کردن در ظلم، افراطگرایی کردن در سخن، تشدد کردن در کفر، کل این معناها را میده. و عتوا عتوا کبیرا، یعنی سرکشی کردن، ظلم کردن، افراط کردن، تشدد کردن در کفر خود بسیار زیاد. پس الله متعال برای ما و شما میگه که این عقل، این حسگرایی و این جهالت و بیدینی از اینا جدید نیست. یه مسلسله کفر قدیم است که امروز هم به نام مکتب ماتریالیزم یا ماده پرستی مطرح میشه که شما باید اینا را بشناسین. و این قرآن عظیمشان کتاب جامع الله هست. حالا برای بسیاری کسایی که امروز یا فکر میکنن ماتریالیست سال نو پیدا شدنی، دیگه یا میگه در قرآنی از کجا میشه؟ نه، قرآن خود کلام رب العالمین است. رب العالمین اول و آخر دنیا برش یکی است. الله متعال کلش میدانه و دلایل رد از اینا را این در قرآن بر ما و شما گفته. از این خاطر است که ما و شما میگیم که قرآن عظیمشان کلام جامع هست. بر هر درد چی است؟ دوا هست. درد فکری باشه، درد عقلی باشه، درد حسی باشه، برای کلشان الله متعال دوا را گفته است. خب حال نوبت میرسه به دوم، رد مرض فکری و اعتقادی عقل پرستی. یک گروه ها مردم چه قسم بودن؟ عقل پرست بودن، عقلیون بودن، ایدیالیست ها بودن. الله متعال در مورد از اینا چی میگن؟ اینا از عقل خود چی دلایل پیش میکنن؟ اول از دوباره زنده شدن تعجب میکنه، میگه والا در عقل ما جور نمیگه که یک نفر به استخوان‌ها تبدیل شده باشه و خاک شده باشه و میده شده باشه، بازی پس از این میدگی ها چی شوه؟
جمع شوه و دوباره زنده شوه. اینه میگه عقل ما قبول نمیکنه. بنان بحث نیست، آخرت نیست، دوباره زنده شدن نیست. انسان که رفت. سوره رعد آیت 5. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اینجا میگه که این مردمایی که قبل از آیات شریف میگه و فی الارض قطع متجاورات و جنات من اعناب و زر و نخیل سنوار و غیر سنوان، در آخرش میگه این فی ذلک لآیة لقوم یعقلون. شما وقتی که میبینید زمین مرده هست، در زمین مرده که توته شده، یک دفعه باران میشه، در بین زمین گلها و سبزها و نباتات مختلف پیدا میشه. لکن اینا از عقل خود کار نمیگیرن، خدا میگن ما عقلگرا هستیم. دروغ میگن. و این تعجب، اگر تو تعجب کنی، فعجب قولهم، بسیار جالب است و عجیب است سخنایشان. چی میگن این مردمای عقل پرست؟ میگن اذا كنا ترابا ائنا لفی خلق جدید. اذا، پس هنگامی که كنا ترابا، ما شویم خاک، ائنا لفی خلق جدید، باز وقت ما دوباره پس مخلوقات جدید میشیم. چرا این گپ میزنن؟ به خاطر ازی که اینا میخواین که آخرت قبول بکنن. الله متعال میگه ای کسانی که هر روز برشان قدرت الله نشان داده میشه که مخلوقات یک تفلک نو، هر روز که شما در شفاخانه های ولادی نسایی برین که تفلک های خورده تولد میشن. در جهان حیوانات ببین حیوانات جدیدی پیدا میشن. از چی پیدا میشن؟ بالاخره اصلش از یک قطره آب الله متعال رو خلق میکنه. زمین هر وقت نباتات جدید رو میرویانه. این کلش دلیل است بر انسانای با عقل. لکن اینا با وجود از که خدا میگن ما بسیار عقلگرا هستیم، لکن دروغ میگن، از عقل خود استفاده نمیکنن. اولئک الذین، یا چرا این دلایل دروغی عقلی را پیش میکنن؟ الله متعال میگه اولئک الذین کفروا بربهم، اینا کسایی هستن که به رب خود کافر شدن. اینا دیگه از معقولیت برآمدن، هرچی که برشان دلیل گفته شود قبول نمیکنن. و اولئک، و همی گروه مردم، الاغلال فی اعناقهم، الله متعال میگه باز جزای از اینا چی است؟ که در گردنهای از اینا آموز زنجیرهایی که برای بندیا، یکان وقت یکی زولانه هست، چی میگن؟ یک سه چیزا دارن، یکی ولچک است که در دست میپرته، زولانه است که در پای میپرته، یک چیز دیگه است که در گردن هم میپرته. چی؟ کیلوفانه؟ خب الله پاک حفظ ما بکنه. این ازی میگه در گردنهای از اینا هست زنجیرهای خطرناک آتشین در گلوهایشان. و اولئک اصحاب النار، این مردم ها اهل دوزخ هستن، هم فیها خالدون، اینها در دوزخ همیشه می باشن. الله متعال میگه کسایی که عقل خود معیار فوقیت به همه چیز میده. بسیاری وقتا ما ایمان به غیب داریم، در جایی که عقل کار نمیکنه وحی الهی را قبول داریم و تسلیم از او هستیم و ایمان داریم که آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر والقدر خیره و شره من الله تعالی والبعث بعد الموت والجنة حق والنار. امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه در کتاب خود که فقه اکبر است باز میگه که والجنة حق والنار حق، جنت حق است، نار دوزخ حق است، صراط حق است، میزان حق است، حساب حق است، کتاب حق است، کل ازی حق است. پس کلش ما و شما ایمان داریم. این مردمایی که عقل خود از قرآن و از دین کرده و از وحی کرده، عقل خود بالا میبره. ما و شما گفتیم چی منهج مسلمان ها هست؟ که از عقل ما که قرآن بالا هست، چیزی رو که عقل ما فهمید قبول دارم. اگر عقل ما غیبیات نفهمید، قرآن گفت، احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت، ما چی هستیم؟ آمنا
و سلمنا، به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم تسلیم هستیم. بعضی کسا میگن نه، عقل ما حاکم است، ما باید قرآن پایین باشه عقل ما بالا باشه. اینی را عقلگراها میگن که متاسفانه مسلمان ها چه وقت منحرف شدن، چه وقت جبریه و قدریه و معتزله و این مردم ها پیدا شدن و در بین مسلمان ها فرقه شدن، به خاطر از اینکه اینها متاثر شدن به فلسفه و منطق ارسطو و افلاطون و سقراط و دیگر غربی ها که عقلگرا بودن. وقتی که اینا عقلگری کردن، ایوازی که قرآن ببینن که قرآن میگه که این عقلگراها که هستن چی هستن؟ سعی که الله برشان میگه اولئک الذین کفروا بربهم یکی، یا چی صفت دارن؟ با الله کافر شدن. پس تو چطور من مسلمان میگی من با قرآن ایمان دارم باز میری تحت تاثیر از اینا میشی؟ این یک. دوم جزایشان چی است؟ و اولئک الاغلال فی اعناقهم، زنجیرهای آتشی در گلوهایشان بسته کردگی است، همون تو کشانده میشه، دستش بسته پایش بسته و به طرف. کجا بود عقلت؟ سوم میگه اولئک اصحاب النار، یا اهل کجا هستن؟ دوزخ هستن. چهارم چی میگن؟ هم فیها خالدون، در دوزخ هم آل همیشه می باشن. آل یک کسی که واقعا عقل داشته باشه میخواد که 4 صفت پیدا بکنه؟ نمیکنه. پس اینجا هست که مشکل از اینا هست. خب عقل پرستا الله متعال میگه که دیگه چی عادت دارن؟ میگه یا امی استدلال میکنن که وقتی که ما خاک شدیم و استخوان شدیم باز ما را کی برگشت میده؟ چه قسم پس میم؟ سوره مؤمنون آیت 35 الی 37. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. خب اینجا سر پیغمبری که برای مردم آمده، برای مردمای عقل پرسته که همیشه معیار رسیدن به حق عقل خود قرار میدادن، یا چی میگفتن؟ میگفتن ایعدکم، آیا شما را وعده میکنه ای پیغمبر انکم یقینا شما اذا متم، وقتی که فوت کردین، و کنتم ترابا، و بودین خاک یا شدین خاک، در حالی که شدین خاک یعنی فوت کردین و در حالی که به خاک مبدل شدین، و عظاما و به استخوان ها مبدل شدین، یعنی گوشت بدنتان کلش از بین رفت، به اسکلت ها مبدل شدین، انکم مخرجون، باز شما دوباره خارج کرده میشوین. هیئات یعنی بعد، بسیار دور است، بسیار دور است، عقل ما قبول نمیکنه لما توعدون، با آن چیزی که شما وعده میتین بسیار دور است. این عقل ما قبول نمیکنه که یک نفر خاک شوه و باز از خاک استخوان شوه، باز خاک استخوان ازش شوه، گوشش بره، استخوانایش بانه، استخوانایش هم خاک شوه، بازی دوباره بخیت انسان شوه. نه 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 نه، این عقل ما میگه قبول نمیکنه. خیلی چطور این عقلت قبول میکنه که از یک قطره آب مثلا یک انسان پیدا شده؟ این طفله که در بطن مادر خود وقتی که پیدا میشه این عقلت قبول میکنه؟ او ذاتی که از هیچ، از یک قطره، از یک کروموزوم، که کروموزوم های جنسی میگن به نام XX و XY، 2 تا کروموزوم یکی از مذکر مؤنث با هم یک جای میشن، بالاخره ای به یک انسان و به یک طفل و بالاخره جوان میشه و کلان میشه. بیره الله این آغاز پیدا کرد. آیا پس دوباره اونمو حجراتی که از این انسان از دوباره ای زنده کرده پیش الله متعال مشکل است؟ یا دلایلشان همی بود که میگفتن هیهات، نه بسیار گپ دور است، هیهات هیهات بسیار گپ دور است که قسمی شود، لما توعدون، با آن چیزی که شما وعده میتین، وعده داده میشین. این هیه باز خو خیلی چیست؟ خیلی تو چی میگی؟ عقلگرا صاحب میگفت این هیه الا حیاتنا الدنیا، نیست مگر زندگی ما، همین زندگی چی؟ دنیا، نموت و نحیا، میموریم و زنده میشیم. یعنی مثل حیوانات و خدا مقایسه میکنه، زنده میشه و میموریم دیگه، هیچ گپ نیست، نه آخرت است، نه سوال است، نه جواب است، نه هیچ. و ما نحن بمبعوثین، ما دوباره بحث بعد الموت سر ما نمیاد، دوباره باز زنده نمیشیم. باز سر پیغمبر چی میگفتن؟ میگفتن این هو الا رجل افترا علی الله کذبا، میگفت این پیغمبر که هست این سر الله دروغ میگن،
که شما باز قیامت است با سوال میشین، پرسان میشین. استدلالای از اینا بود. و ما نحن له بمؤمنین، ما به پیغمبر ایمان نمیاریم. قال، گفتی پیغمبر ربی ای پروردگار من، انصرنی، مرا کمک بکو به ما با آنچه که کذبونی، اینجا یا حذف شده، اصلا کذبونی تکذیب کردند مرا. این کسرگه که نون به معنای چی است؟ به معنای ازی است که اینجا یک یا چی شده؟ حذف شده. کذبونی، اینا مرا تکذیب کردن، یا الله تو نصرت بکن. قال الله متعال برش گفت اما قلیل لیصبحن نادمین، بسیار نزدیک اینا با چی میشن؟ زود پشیمان میشن. چرا؟ زود انسان پشیمان میشه به خاطر ازی که مرگ ناگهان میه. مرگ چی وقت میه؟ ناگهان میه. الموت یأتی بغتة، ناگهان مرگ میه. باز رسول الله صلی الله علیه و آله میگه من مات فقط قامت قیامته. ای مجرد که مردی قیامت تو چی شد؟ شروع شد دیگه. بعد از دیگه از تو ملائکه میاد جانو تو، منکر و نکیر میاد و سوالت میکنه که رب تو کی است، دین تو چی است، کل از اینه. قیامت از دیگه شروع هست. از این خاطر مرگ قیامت چی میگن؟ کوچک میگن. الله متعال میگن ای چی پیغمبر تو جگر خوری نکو، زود یا چی میشن؟ پیش از اینکه قیامت بزرگ بیایه یا عذاب الله در دنیا سرشان نازل میشه. وقتی که عذاب الله نازل شد سر از این مردم، بازی که توبه موبه کار نمیده، یا ملک الموت میبینن خفکش میکنه و روحش قبض میکنه. در این وقت هم هر قدر چیغ بزنه که ایمان آوردم توبه کردم، قبول نمیشه و زود باز پشیمان میشه که اوه والا من چقدر خود هوشیار میگرفتم، من چقدر بیعقل بودم. بسیاری کسا که در دنیا خود بسیار هوشیار میگیرن، در آخرت باز بسیار کسایی که خود زیاد هوشیار میگیره، بسیار در روز آخرت در جمله بیعقلا حشر میشه. بسیار بسیار. در سوره قاف آیت اول و دوم اینجا هم اهمی دلایل عقلگراها را میگه. سوره قاف سپاری 27 بس بخیرم نه 26. قاف والقرآن المجید، قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. در اینجا الله متعال سبحانه و تعالی قسم یاد میکنه، میگه قاف از حروف مقطعات است. دیما و شما میگیم که والله اعلم بمراده، الله مرادش خوبتر میفهمه. والقرآن المجید و قسم است. الله متعال قسم میکنه به چی؟ به قرآن با مجد و با عزت. بل عجبوا، بلکه این مردم چی کردن؟ تعجب کردن. ان جاءهم، از این که آمد بریشان، منذرون، یک ترساننده از عذاب الله، منهم، که پیغمبر هم از جمله خودشان بود. فقال الکافرون، باز انسانهای کافر چی گفتن؟ هذا شیء عجیب، عجب چیزی هستی. اذا متنا و کنا ترابا، آیا وقتی که ما بموریم باز به خاک مبدل شویم. ذلك رجع بعید، این برگشت بسیار دور است. این هم استدلال کی بود؟ استدلال عقل پرستا. آل الله متعال باز پشیمانی از اینا را میگه که امی عقل پرستایی که خود بسیار هوشیار میگیرن، بازی در روز قیامت چی میکنن؟ نتیجهش چی میشن؟ نه تنها پشیمانی. اینجا باز یک گپ دیگه میگن. در سوره در سپاره 29 برین، سوره ملک آیت 10 و 11. وقالوا لو كنا نسمع و نعقل ما كنا في اصحاب السعير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. اینال این مردمای عقلگرا که قبول نمیکردن که اینا دوباره زنده میشن، اینا دیگه وقتی که در روز قیامت عذاب الله را ببینن،
عذاب جهنم ببینن. وللذین کفروا، پیش از آیت پنجمش سعی کنین ششم الله متعال میگه وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم، و برای کسانی که کافر شدن به پروردگار خود بر زنا عذاب جهنم است و بئس المصیر، و بسیار بد جای است، جایگاهی از زنا. اذا القوا فیها، وقتی که انداخته شوند در امی جهنم، سمعوا لها شهیقا، در این یک صدای را میشنون. شهیق بعضی ها میگن که صدای چی هسته؟ صدای مرکب واره هست. یک صدا از دوزخ میبرای بسیار خطرناک. و هی تفور، در حالی که امی آتش دوزخ فوران میکنه، مت آتش مثل کوههای آتش فشان واره، اما در چیز از تنور که بالا میزنه یا آتش طرف یا فوران میکنه، دیگه چی میشه؟ تکاد تمیز من الغیظ، نزدیک است که امی دوزخ از زیاد غصه بکفه. اقدر غضبناک است قدرت الله که سری دوزخی ها. کلما القی فیها فوج، هر وقتی که یک گروه انداخته میشه، یک گروه یک دفعه دمی دوزخ انداخته میشه، ای کدام گروه سی کمونیست هست، ای کدام گروه سی سوسیالیست هست، ای کی است، ای حسگرا هست، ای دیگه کی است، ای عقلگرا هست، ای چیچای ارسطو هست، ای چیچای لنین هست، ای چیچای ترامپ هست. اینمی قسم که یاد دوزخ انداخته میشن، پیروای هر حزب باطل و هر مشرک و بیدین. وقتی که اینا انداخته میشه، با سألهم خزانتها، امو خازنین یا کسایی که مسئول هستن در بین دوزخ، این ملائکه از پیش از اینا پرسان میکنن که الم یأتیکم نذیر، شما عقل داشتین؟ آیا بر شما نامده بود یک کسی که شما را بترسانه؟ الم یأتیکم، نامده بود یک کسی که بر شما بگه که این تو حساب است، این تو کتاب است، این تو میزان است، این تو عذاب قبر است، این تو عذاب جهنم است، این تو دوزخ است؟ آیا برتان نامده بودن که شما کارایی کردین که مستحق دوزخ شدین؟ کل حزبتان، رئیس حزب شما است، بزرگ شما است، کلان شما است، کلش از یک سر. الم یأتیکم نذیر، نامده بود بر شما کسی بر شما حق بگویه؟ بازی‌ها چی میگن؟ حال دیگه این عقل پرستایی که قبول نمیکردن، بازی‌ها چی میگفتن؟ قالوا بلا، باز چیخ میزن، بله آمده بود، قد جاءنا نذیر، آمده بود ترساننده، ما را میترساندن، بر ما پیغمبر آمد، علما آمد، دعوتگرا بود، درس بود، حتی از وسایلی که خود ما کافرها جور کرده بودیم دمیام قرآن یا درس میدادن. دمی فیسبوکی که یا جور کردن، و دمی توییتر که یا جور کردن، دمی گوگل که اینا جور کردن، دینمی موبایل در کل ازی 24 ساعت بیان میشد. قالوا بله آمده بود، قد جاءنا، یقینا که آمده بود بر ما نذیر، لکن ما چی مشکل داشتیم؟ فکذبنا، ما اینا را تکذیب میگیم. نه شما دروغ میگین، نه قرآن کست، نه پیغمبرتون نگفتن، نه از کجا آمدیم؟ این چی آدم ها نوال آمدن 30 سال پیش که از قرآن درس میداد، کلگی مسلمان بود، هیچ قرآن نبود. 30 سال پیش کی؟ در زمان دکتر صاحب و کارمل صاحب و فلانی صاحب، ات ملای خوب بود که در پانتون کابل میرفتی که اگه 10,000 خانم درس میخواند، یکیش سطر عورت پوشک نداشت. هیچ ملاهایش چیز نمیگفت. در شب 27 رمضان کنسرت بود، در شبای قدر دول بود و سرنای بود. این حال یارا سیگو که حال بر آمدن قرآن درس میدن، صحیح بخاری درس میدن. بابا کلان من نام از بخاری ریش نشنیده بود. یا حال آمدن، یا باز روز قیامت چی میگن؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، یقینا بر ما کی آمده بود؟ کسای آمده بود که بر ما میترسن. فکذبنا، ما یارا چی کردیم؟ تکذیب کردیم، گفتیم دروغ میگین. و قلنا، باز ما با بسیار باز ما گفتیم با بسیار غرور و تکبر و خودپرستی که ما نزل الله من شیء، الله هیچ چیز نازل نکرده، شما دروغ میگین. کدام قرآن نازل کرده؟ کدام سنت است؟ بخی برادری گپ آربان، شما افراطیه، ان انتم بالله فی ضلال کبیر، شما خودتان گمراه هستین. چرا مردمای بیدین ما را چی میگن؟
دعوتگرای دین پیغمبرا را، نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین چی میگه؟ خودتون گمراه هستین. نشو درس از که گمراه میشی، نرو در درس از که گمراه میشی. نری که گمراهیت میکنه. اوش کو نری در درس. بسیاری جوانا میخواد درس بخونن. یک کس دیگه از امو باقی ماندای گذشته ها نری اوش کو دی درس نری. این مرا سعی که من چوخ بالم هستم. بازمی کافر مرتدی که امروز دعوتگرای اسلام ان الذين اجرموا قرآن باز میگه ان الذين اجرموا یقینا کسایی که مجرم هستن کانوا من الذين آمنوا یضحکون سر مؤمنا چی میکردن؟ خنده میکردن و اذا مروا بهم یتغامزون. بازی خودشان در روز آخرت چی میگه؟ باز میگه که ما بر از اینا گفتیم شما در گمراهی هستین و قالوا باز میگه اگر گریان است تو چیغ میزنن که کاش که نجات بود. چی میگه؟ و قالوا لو كنا نسمع او نعقل. باز میگه اگر ما میشنیدیم او نعقل یا واقعا از عقل خود استفاده میکردیم به نام عقلگرا عقل تعطیل کردیم از عقل استفاده نکردیم اگر واقعا ما از عقل خود استفاده میکردیم ما کنا فی اصحاب سعیر ما آل در جمله صاحبای دوزخ نمی بودیم. فاعترفوا بذنبهم با گناه های خود چی میکنن؟ اعتراف میکنن. پس اعتراف کردن به چی؟ با گناه های خود. فسحقا لاصحاب السعیر. الله متعال میگه هلاکت باد سر اهل دوزخ که کل نعمت ها را برشان دادم. الله متعال ذات مهربان است که از دیندار کرده برای بیدین خوب نعمت ها را زیاد میده. اگر دیندار یک دانه موترک مدل 96 داره بیدین سعی کنی این 2018 سوار است. اگر دیندار کدام سال در کدام حج یا در کدام عمره در طیاره بالا شد بیدین هر سال صاحب در طیارهای فوق العاده حتی طیارهای طلایی بر خود ساختن. باور بکن یک جای رو دیدم یکی دیگر رو دیدم نامش نمیگیرم عیفی از این مسجد که نامش بگیرم به از اصحاب سعیر است انشاءالله کافر و بیدین و قاتل و جنایتکار. یک وقت سوال میکنم که میگه اینی طیاره از داخل طیاره حوض آبازی داره. برای درست نبود که درباره وجود الله درباره وحدانیت الله فکر میکرد. خوشا به حال کسی که خوب محترم داشته باشه لکس هم باشه دیندارم باشه. باز یگان تا دیگه است که امون دوست هم پکوره فروش. این در افغانستان دیگه زیاد است. لای توبه. یک شاعر عرب چی میگه؟ میگه ما اجمل دین و دنیا اذا اجتمع. چقدر زیباست که آدم دیندارم باشه کامپیوترم در زیر دستکت باشه موبایل هم باشه خوب موتر لکس هم داشته باشی. ما اجمل چقدر زیبا هست که هم دین داشته باشی هم دنیا. و اقبح الکفر والافلاس بالرجل. چقدر میگه بد است که هم کافر باشه هم مفلس. توبه یا الله والله. یک روز من رفتم در یک صنف درس میدادم یک کس شعر میخونم میگه عبدالرحمن بابا و او رحمان بابا گفت میگه ز رحمان ده محمد در خاک رو بیم. من برش گفتم مگه او شعر میبید لوده آدم است رحمان خود نام الله است. میگه ز عبدالرحمن اگه باز شعر جوره میگه که رحمان گل ده محمد در خاک رو بیم. مثلا نام خود یک چیز دیگر میگه شاقل میگفت نام خدا. باز گفت که استاد دعوایی چه دینداری عبدالرحمن بابا وای دینداری دنیاداری در سر لری ما لیدل هیچ دیندار دنیادار ندهی. من گفتم بسیار سیکولر بده دا سیکولر ورور جانه. یک دفعه چند تا شاگردای دیپارتمنت پشتو بود در پختو دیپارتمنت محصلین و استاد تو چه وایم؟ من خود تاسو استدلال کوي زه ته دلیل وایم. وای څه دلیل وایم؟ من اول دا شعر غلط ده بل دا شاعر سیکولر ده بل دا خپل لاوده انسانو دیندار و دنیادار نه دلیل وای خشیر سم شعر ته وایم. مال زه سم شعر به درته جوړ کوم زه که زه شعر وایم زه بیا د سی وایم چې دینداری دنیاداری سره نږدې دي. دینداری دنیاداری سره نږدې دي. ما لیدل ډیر دیندار دنیاداران دي. آداب
فهمید؟ بعد از اون مونږ ډېر دیندار دنیاداران لیدلی. څنګه م لیدلی؟ عثمان ابن عفان رضی الله عنه هم دیندار و هم دنیادار. جیش العسره یو لشکر و مکمل دا لشکر ته مصرف ورکړه که ورنکړه. ټول لشکر مسلح که، لوجستیک، سلاکو، دا شیان ټول په یو ورځ کې زر و خان به د دې یو هغه و کاروانو دا به یې د الله په لاره مصرفوه. همدغسې نور عبدالرحمن ابن عوف رضی الله، خدیجة الکبرا په ښځو کې سرمایه‌داره ښځه و خپل ټول مال د الله په لاره مصرف کرد. آیا خدیجه کبرا دیندار و دنیادار نبود؟ خود تو که ندیدی لودستی، تو تمام روز که گدایگرا و بوغیا شیشتی، بیا که کاکایت بشی که نشانت بده. در عصر حاضر هم بسیار دیندارهای دنیادار است. باز که بگویم باز میگه گفتی. پس این شعر غلط است یا نیست؟ میگه ما لیدل هیچ دیندار دنیادار نده. خود چرا ندیدی؟ به خاطر اینکه که تو گدایگر ازی تمام روز ملنگا رو دیدی. کت کاسی آرد گرد گشتی است که کت خود رفیقای تو امو هستن. اما اگر تو واقعا ببینی بسیار است. اقا دیندار دنیادار هم با دیدیم. یک شو در لیبیا در پانتون خودمانی یک پانتون دیگه افغانای ما بوده که من رفتم پیش از اونا میمان رفیقایم بدن. شب من تشنه شدم، گفتم من تشنه هستم، مغازه خلاص شده بودن. تشنه با اینجا هوای شور است. آب شیرین میرفتن این از دو سگال او طرف می آوردن. من گفتم من تشنه شدیم، خود رفیقایم بودن. گفتم بخیر تشنه شدید تو عالمه 11 بشم. کی بر تو او میره؟ هیچ کس برام ما گفت نمیریم. خب من گفتم فقط ما در اینجا چی است بندوازتان هستم کلمه آوردنم رفتم یک بشکره گرفتم خودم در میسرکم تو کجاست گفتن او نگفته اونجا خودم رفتم تو میرم رفتم بشکره 1 بجه شب بود 12 بجه شب بود از اونجا پر کردم خوب هوام خوب خوردم و سرمرم هم تر کردم پس حرکت کردم آمدم که یک موتر استاج سفید بسیار موتر لوکس است بسیار آخرین مدل. من دیگه فکر کردم شاید موتر پلیس است که مرا میگه 12 بجه شب چی میکنی تو کجا میگردی بشکره است در این ملک مردم. دیدم که یک بچه جوان خوشقواره که او زیبایی و خوشقوارگی من کل افغانستان ندیدم. دروازه را باز کرد. سلام علیکم. گفتم و علیکم السلام و رحمت الله. اخی؟ گفت بله برادر من. و میگم اخی برادر من. وين تمشي؟ ما گفتم ما انا امشي للجامعه دی پانتون میرم. او نبود ما گرفته برم. تفضل بشینم محترمه که برسانم بدم. ما گفتم که یک قدم راست در یک ایستگاه ما چی میشه که من موتر تو برم؟ شکرا من تو قدم زدم میرم خوش دارم. من میگم بالله علیک قسم از به الله خیر از بالا شده موتر من. چرا؟ میگه الله باز روز قیامت از ما پرسان میکنه که تو این موتر شیشته بودی و این مسلمان پای پیاده روان بود. ام جوانی، ام زیبایی، ام موتر لوکس، ام اخلاق به عالی ترین مرتبه. مرا به عذر بالا کردم موترش. شیشتم در موترش. دان دروازه رسید گفتم میشه پانتون رسید. گفت نه اونجا پانتون دروازه شواز است تا لیلیش. نه گفت در کدام آپارتمان هستی تا همونجا متر نرسانم نمیرسه. بان که می دین ما الله مرا ملامت نکنه در روز قیامت. دینداری دنیاداری سر نزدیدی ما لیدل دیر دیندار دنیاداران دی. خب سوم رد مرض فکری و اعتقادی علم پرستی. بعضی کسا علم پرست هستن. این علم پرستا در این قرنهای اخیر پیدا شدن. گفتن که ما مثلا رنسانس برگشت به ساینس است و ساینس است و چطور است و چنان دیگه اگه چیزی در لابراتوار ثابت شود ما قبول داریم که ثابت نشه قبول نداریم و چطور است چنان است. اینه گفت الله متعال در کلام با عظمت خود پیش از خلقت از این مخلوقات جواب از اینا را گفته. در کدام سپاره؟ در سپاره در سوره واقعه آیت 58 تا 74. افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون.
أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. اینال در این آیات قرآن عظیم الشان در سوره واقعه الله متعال چی میگه؟ در جواب انسان هایی که خود بسیار هوشیار میگیره. آیت چندم ما خواندی قاری صاحب از اولش؟ از 54 خواندین. الله متعال در آیت 54 چند؟ 50 از پیش ما همین تو گذاشت شدیم. خب افرایتم ما تمنون، الله متعال میگه افرایتم آیا شما دیدین با علمتان دمی لابراتوارهای ساینسی شما ندیدین وقتی که شما نطفه‌ای که از شما خارج میشن همین نطفه درست است؟ نطفه‌ای که به رحم ها انتقال میشه از وجود شما. اانتم تخلقونه، آیا شما همین نطفه را خلق کردین؟ همین کروموزوم های جنسی XX و XY شما را خلق کردین که خدا علمگرا میگین؟ ام نحن الخالقون، الله متعال ما و شما گفته بودیم در جایی که قدرت و بزرگی و عظمت خدا بیان میکنه بر خود کدام ضمیر استعمال میکنه؟ ضمیر جمع. اینجا کدام ضمیر استعمال کرده؟ ضمیر جمع. به خاطر چی؟ به خاطر که الله میگه که آیا شما این نطفه را خلق کردین یا ما با عظمت و قدرت و بزرگی خود چی کردیم؟ اینا را خلق کردیم. نه یا ما خلق کننده است. باز الله متعال میگه امی شما که میمورین آیا ساینستان و علمتان شما را از مرگ نجات میده؟ کلش جواب از برای کی؟ به کسایی که سر علم خود مغرور هستن. الله متعال باز به عظمت خود ضمیر جمع استعمال میکنه، میگه نحن قدرنا بینکم الموت، ما با قدرت و عظمت و بزرگی خود مقدر کردیم در بین شما چی را؟ مرگ را. تقدیرت که مجرد آمد که میلیون ها میلیون دلار هم داشته باشی چی میشی؟ میموری. و ما نحن و ما نیستیم که کسی از ما سبقت بکنه به مسبوقین، یعنی از ما که پیش دستی بکنه. هیچ کس نمیتونه که عجل کسی را تغییر بده. یگان جای سعی کنین 50 منزله چپش شده هیچ کس زنده نمونده، لکن آخر وقتی که منزل های باز میکنن یگان تا که عجلش نامده میگه والا یک خانم 60 ساله در زیر یک دیوال موجه
مدت 1 هفته زیر دیوار زنده مانده بود. جوان ها مردن لکن اینمی خانم 60 ساله اجلش پوره نشده بود. الله متعال برشان میگه شما میتونین تغییر بدین؟ خیلی بگیرین مرگ تغییر بدین که هیچ بگه ولی در امریکا مرگ نیست ها؟ همه از ما شما کده بازیات میترسن. نمیترسن. کرونا خودشان کرد که بیخی وضوهای کل شکسته بود. شما خیلی هم دارین، ساینس دارین، تکنولوژی دارین. یک مریضی یک چی است؟ ها؟ کرونا اولش کار است تا آخرش نایی. خب ببینید این مریضای کتر بزرگ امراض میگه ما تداوی میکنیم، ماشم قلب تبدیل میکنیم، ماشم این کارا میکنیم. یک وقت میگه یک کسی خیست یک پادشاه بود، او گفت ما که الله جنگ میکنم. گفت ما که الله جنگ میکنم. گفتن خب چه قسم جنگ میکنی؟ نفرای خدا گفت که برین در سر کوه بالا شین، تیرا رو بگیرین طرف آسمان زده برین. الله متعال کوچکترین لشکر خدا که پشه از جان از روان کرد. در بین کوچکترین پشه ها یک پشه‌ک که صحیح بال و پرم صحیح نداشت، این بین پشه ها کم تا 70 پشه‌ک که بسیار ضعیف در سر بروت‌های از خطا خورد. این خوبه می آدمای بیدین که از خلقی آورد بروت‌های کاتا میمونه تو بروت‌های شد. نه شیر بروت یا هم شیر بروت بود. در سر بروت از این چیز آمد این پشه‌ک. الله متعال عظمت قدرت خدا برش نشان داد. میگه وقتی که پشه‌ک در بروت از این افتاد، این پشه‌ک آساس رفت در داخل بینی از این، از داخل بینی از این راست رفت در دماغ از این. الله متعال ایره ات جزا داد که این مجبور بود درد سرش قرار نمیکرد، یک درد سردردی برش پیدا شد. دی پشه‌ک در آمده دیگه، یک سردردی برای پیدا شده داخل سرش که مجبور میشد امو بادیگاردای خدا میگفت که شما هم تو چوبای دسته بیله بگیرین این فرق ما بزنین. بازی بادیگارداش به امر خود ازی ایره صاحب دمی کلک کلیزی که دمی چوب میز زدن تا که گنگس میشد. باز یک چند دقیقه زوف میکرد که از درد خلاص شد، باز بیدار میشد. بازی تو کت الله میجنگی، کت الله میجنگی. و ما یعلم جنود ربک الا هو. لشکر الله را نمیشناسه مگر الله. این بی باد یک لشکر الله هست. یک قوم خواست که این باد هلاک بکنه و اهلک عاد بالدبور. فهمیدین؟ این باد تون که اگر بخواه هلاک بکنه، وقتی ما و شما را که الله رحمت خدا نازل میکنه قرار در یک جای ششیم یک شمالک خوب و متنسیم میایه. درست است نه؟ خوشت میگه والا چه خوب شمالک است. علا بر این که به قانون مرگ الا نبدل امثالکم، یعنی هدف از قانون مرگ چی است؟ که گروهی از شما را ببریم و گروه دیگری را در جای از او جای به جای بکنیم و سرانجام شما را در جهانی که نمیدانید آفرینش تازه بتیم و ننشئکم فیما لا تعلمون. باز یک جای شما را خلق میکنیم شما نمیفهمید. آیا شما ساینسدانایی کار کرده میتونید؟ ولقد علمتم النشأة الاولى. شما خوب فهمیدین که چه قسم یک طفل با چی حالات در 9 ماه در بطن مادر خود این چه قسم پیدا میشه، تولد از چه قسم است، چه قسمی تکاثر میکنه، چه قسمی تغذیه میشه، کل زیر شما در التراساوند میبینین. ولقد علمتم النشأة الاولى. شما اولین نشأت از این دیدین. از ساینس این کار بگین که قدرت کی هست که از این قطرگک ها و از این کروموزوم های جنسی ات یک انسان در ات یک جای خلق میکنه و او را بزرگ کرده میره تا که آماده تولد شود. فلولا تذکرون. پس شما چرا یاد نمیارین که امو خالقی که اینمی طفله از اینمی قطرات خلق کرد و در اینمو تو یک جای ایره بزرگ کرد
و بالاخره از یک جوان بسیار قوی و نیرومند پیدا شد. طفل بود، کلان شد، جوان شد، بالاخره پیر میشه. همین کنون مراحلش شما به چشمتان میبینین و در لابراتوارتان میبینین. فلولا تذکرون، چوری را به یاد نمیارین و از عقلتان کار نمیگیرین که اونمو ذاتی که در آغاز ایره خلق کرده اینمی ذاتی را دوباره زنده میکنه و نیازی در اول هم به لابراتوارتون نداشت. همین طفل در این بطن مادرش 20 قرن پیش هم میخواستیم تولد میشد نمیشد. کجا بود التراساوند؟ کجا بود ساینس؟ کجا بود تکنولوژی؟ کجا بود معاینات؟ کجا بود عملیات؟ لکن به میلیون ها میلیون انسان وجود داشت و مخلوقات دیگه هست. و تنهایی رو چی سعی میکنین؟ بسیار حیوانات کوچک کوچک برین سعی کنین، چوچایشان سعی کنین. یارا کی کرده؟ ذات خالق کرده. افسوس که شما ادعای علم میکنین. افرأیتم ما تحرثون، آیا شما ندیدین چیزی را که شما حرث میکنین؟ حرث یعنی شما در زمین میکارین، کشت کار میکنین. انتم تزرعونه، شما فقط او را میکارین. باز از یک دانه گندم 700 دانه گندم کی میرویانه؟ الله سبحانه و تعالی. اگر همی خاک، یک کسی بوده میگه ما که یک ساینسدان در روسیه میگه روبرو شدم، یک دعوتگر مسلمان است، میگی بسیار عالم ساینس بود و برای من آمد گفت که من خب بسیار ساینسدان هستم و فامیده هستم و چطور هستم، تقریبا 5 میلیون دلار سرمایه‌ام است. میگه من برش گفتم بسیار خوب، آل داری؟ گفت من 5 میلیون دلار دارم. پس من چی نیاز دارم به خالق؟ که شما میگید که الله رزاق است، روزی میده. من 5 میلیون دلار دارم، میتونم با 5 میلیون دلارم هر چیز بخرم. میگه من برش گفتم خیسه کن، ات یک کار بکن، همین شیری که تو میخری اینمی گوه الله خلق کرده، اینمی نان را که تو میخری اینمی زمینی را که گندم پیدا کرده ای از الله هست. خیتوت کتن پیسی چیزایی که الله پیدا کرده از استفاده نکو، برو در یک دشت 5 میلیون دلار هم کتت ببر، به شرطی که چیزی که الله خلق کرده. باز ببین که چی کده میتونی. میگی نفر کم تو سعی کرد اگه گندم بخرم زمین از الله هست؟ بله زمین الله هست، الله خلقش کرده، گندم هم از الله هست. میوه که هست، یعنی درختار الله خلق کرده، میوه هم از الله هست. از میوه الله نخو، از گندم الله نخو، از آب الله ننوش. صحیح؟ برو 5 میلیون دلار تا چی میکنی؟ میگه باور بکو روز هم بود، میگه آجل قلم گرفت، میگه به یادداشت کرد. حالا نمیشه، مجبور مخیره که برم به اونجا هر روز یک بندل دلار در چای صبح بخورم، کاغذ یک 4 بندل شده رو چاش بخورم. خدا دلار از روده جور شده، از کدام مرداری جور شده، از چی جور شده؟ باور بکن میگه اینمی نفر آماده شد که من برش قرآن عظیم الشان بتم و بخونه تا مسلمان شوم. ساینسدان واقعی بود، غافل بود. وقتی الله متعال میگه انتم تزرعونه، شما ایره باز اینجا در داخل زمین میرویانید، ام نحن الزارعون، یا ما با عظمت و قدرت و علم خودی چی میکنیم؟ میرویانیم. لو نشاء، اگر بخوایم اینمی کشزار شما را، لجعلناه را میگردانیم حطاما، به گیاه خشک، یک دفعه کلش خشک میشه. فظلتم، گیاه خشکی که پرپر شده باشه ایره حطام میگن. فظلتم تفکهون، باز شما در تعجب و حیرت، در شگفت میفتین. عجب چقدر زحمت کشیدیم این کل ازی و کام مبدل شد. اگر ما بخوایم میتونیم کدام. انا لمغرمون، الله متعال میگه حیران و اندوهناک خواهید شد. ما واقعا میتونیم که برای شما در امی کشتتان هم ضرر برسانیم. مالک ضرر هم الله متعال میگه من هستم.